یه بار دیگه سلام. وقتی موشکاف میگه علی گدا تو ایستگاه آخر ولایتشه، واسه حرفاش دلیل داره. یه دلیل این که این ولی فقیه پا به گور با این نظام پرشکافش به شدت از انبار بارود وحشت داره. دیروز ماموت عمامه‌دار جمعه بازار به نیابت از ولی فقیه بزدلش اومد پشت تریبون تا از ترس گر گرفتن آتیش خشم مردم به شیوه ماسمالیزاسیون جنایت اسید پاشی رو یه حادثه جلوه بده و علی گدا رو در ببره. حادثه اسید پاشی رو ما در اصفهان داریم، بسیار حادثه دلخراش و زشت و غیر انسانی بود، همه رو متأثر کرد. شدیداً این عمل قبیح را ما محکوم میکنیم و از کسانی که در این زمینه مسئولیتی دارند میخواهیم هرچه سریعتر این عوامل شناسایی گردند و به اشد مجازات گردند. آخونده پاچه برمالیده حروم لقمه به این میگن. همچی اشک تمساح میریزه که انگار پسرخاله مادر ترزاست. انگار ملت نمیدونن که همه آتیشا از گور ولی فقیهی بلند میشه که این نمایندشه. حالا از این چش سفیدتر اون شیخ فری دو دوز بازه که دوباره بساط پک زدن و پهن کرده، اما جیگر نمیکنه حتی اسم اسید پاشی رو بیاره. خیلی وقتا به جای بگیر و ببندها، به جای سختگیری های بیش از حد ضروری، اگر ما آزادی ها رو بیشتر بکنیم، فضا رو بازتر بکنیم، با هم به گفتگو بنشینیم، همدیگر رو قانع کنیم، لازم نیست 0 و 100 باشیم، یا از هم جدا باشیم یا عین هم فکر کنیم. فاصله اگر 100 هست، در ظرف 1 سال اگر به 90 رسیدیم یعنی موفقیم. بمیر بابا نارنگی، یه مشت اراذل وحشی رو انداختید به جون ملت تا هر غلطی خواستن بکنن، بعد اسمشو میذاری سختگیری های بیش از حد ضروری؟ یعنی اگه بیش از حد ضروری نباشه خوبه؟ جای این اراجیف واسه خودت و کوسه و علی گدا فکر سوراخ موش باش که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. ملت ایران 30 سال فاز گفتگو این حرفا رو با شما قاتلا پشت سر گذاشتن، الان روز حسابرسیه. گفتن مسئله بانوان و زنان در جامعه ما همینطوره. تو مسئله این که خانم‌های تحصیل کرده ما چجور در جامعه ما، در مدیریت ما باید حضور پیدا کنن، ما نسبت به زن باید افکارمون به هم نزدیک بشه. یه عده‌ای هستند، خیلی عذر میخوام از این تعبیر، یه عده‌ای هستند زن رو به عنوان مظهر حرکت شیطانی در جامعه میبینند و تلقی میکنند. هنوز در جامعه ما هست. یه عده متاسفانه میخوان زن به عنوان عروسک تلقی کنن و بهش نگاه کنن که بسیار غلطه. یک عده هم زن رو به عنوان مظهر حرکات شیطانی میخوان تلقی. تمام مشکلات برمیگرده به زن. تا میگن مسائل اخلاقی جامعه، همه تقصیرها به عهده زن هست. تا میگن مشکلات اجتماعی، همه تقصیرها به عهده زن هست. مارمولک بنفشو میبینی؟ از یه طرف واسه این که مبادا تیغ سرکوب کن بشه هیچ اسمی از اسید پاشی نمیاره، از اون طرفم واسه در بردن نظام متعفن ولایت از این مخمسه به فکر لفاظی و دم زدن از حقوق زنان افتاده. فکر کرده با این خیمه شب بازی های حال به هم زن میتونه رو آتیش خشم مردم آب بریزه.
اما خبر نداره که این چیزی که داره میریزه بنزینه نه آب. اینو خودشم بهتر از همه میدونه. شرایط امروز جامعه ما شرایط بسیار حساسی هست. من در بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه امروز هرچه فکر میکنم گاهی ترجیح میدهم بر سکوت، حرف نزنم، خیلی از دردهای دل رو بیان نکنم، فقط از ترس اینکه این فاصله ها بیشتر بشه. نگفتم همه داستان همینه. ترجمه بیشتر شدن فاصله ها، اونم تو زبون آخوندی، یعنی ریختن مردم تو خیابونا و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه. یعنی اون روزی که جوانای ایران بزنن به سیم آخر و دمار از روزگار خامنه و توله های بسیجیش در بیارن. یعنی روزی که نه از تاک ولایت نشون بمونه و نه از تاک نشون. اون روز خیلی نزدیکه، به جان موشکاف خیلی نزدیکه. موشکاف